میدونستی زنی که امروز میلیاردر شده دیرتر از همه متوجه ایده شد؟ سارا بلکلی، مؤسس اسپانیکس، با تنها $5 پسنداز و یک قیچی انقلابی در لباس زیر زنان آفرید. سارا از دیزنی ورلد شروع کرد و به عنوان فروشنده دستگاه فکس روزی کار میکرد. یک روز خسته از خطوط زائد جوراب شلواری با قیچی پاشنه ها رو برید و نتیجه رو با شلوار سفید تست کرد. اون شب فهمید چی میخواد. گفت یک محصول میسازم که میلیون ها نفر رو خوشحال کنه. سارا مخفیانه شبها روی پانتوماکس کار کرد، پژوهش کرد و با تولید کننده ها ملاقات کرد تا بالاخره با اولین شرکت قرارداد بست. او صدها بار رد شد از تولید کننده ها، از فروشگاه ها، ولی پدرش او را تشویق می کرد. بهش می گفت شکست بخشی از مسیر موفقیته. او یاد گرفت نه شنیدن به معنای پایان نیست، بلکه آموزش بیشتره. سال 2000 اولین سفارش های نیمن مارکوس رسید. 2 هفته بعد اپرا در برنامهش اسپانیکس رو معرفی کرد و ناگهان سارا فریلنس دی که قبلا شغلش را ترک کرده بود با سیلی از سفارش ها مواجه شد. در کمتر از 14 سال اسپانیکس به میلیاردر دلاری تبدیل شد و سارا شد جوانترین زن خودساخته میلیاردر. او همیشه 3 اصل رو تاکید کرد: باور به خود، اعتماد به حس درونی، نترسیدن از شکست. اگه این داستان برات الهام بخش بود، لایک کن، سابسکرایب کن، چون داستان بعدی یه پروازه از خاک تا اوج.